من نگفتم که حق مال خداوند ازشان میگیره. این کارا که سرما میگه قدامتا که سرما میزد خوبشان شد. نگو رقم خیر است. بانک خوبشان شد. خراب بوده. چی کنم ما آمده بود که سرما قغور میزد و او گپش یاد شست یا نیست؟ که تو اومد که سرما که 2 لک روپیه گفت 2 لک روپیه ما رو شما گرفتین حال ببین که میبینه خودش. چطور بیخی خراب شد. چطور بیخی خراب شد. مشکل دیدی مادر چی حال آمد سرش؟ حال چشت کجا رفت؟ نمیفهم دیگه بیرون رفت دیگه خبر ندارم کجا رفت. میشه هفته وقتش دارم آواری. بچه‌ام خارج رفت یک خروشان من داماتم که داماتم نمیفهم که کار داماتم بقشان کرد که چطور به خدایا کار زمین نباشه کلگی مرد تو بچه‌ام خارج رفت بچه را کشید خودش ما هیچ چیز نشده کار زمین نباشه گوش کو یک دقیقه آرام باش چون باش همین بارامی حال تو سر صدا نکده که خب مادرم این حال میگه که دیوانه من خوش شدم نگفتی چرا این جایداد که بر تو میرسه بر من میرسه. اصلا چرا رفتارت تغییر کرده؟ روز نجده خانه همه رفتی حاله نه یک سلام نه یک دیدن ای چی رقم؟ رفتارم تغییر کرده؟ تو خور هستی یا دشمن آدم؟ نه من خور نیستم مگه خور میبیدم پشتی تو رو پیش زن کاکا میکردم من دشمن هستم نه پشتی تو رو پیش هر کس میکنم پیش همیم پیش زن کاکا پشتی تو رو میکنم افسوس برات اصلا ما چی کردیم که باز به ما افسوس میگی؟ دیگه چی نکرده باشی تو؟ میگه دیگه هر گپی که میخوایی زیر پای سلماست. من هیچ کار نکردیم من گفتم اگه من دشمن تو می بودم من نمیرفتم پیش کلی پشتی تو رو نمیکردم پیش زن کاکام نمیشیشتم که خوارم نمیگیره صحیح شد یک بدنامی رو به ما خریدی حالا او رو من جمع کردم حالا می چی خریدیم برات؟ هیچ بدنامی نخریدی فراموش کردی به نظریم چقدر زود تو کل گپ فراموش میکنی. گوش کن سلما جان تو خوار نیستی بر ما تو دشمن هستی تو این کار کردی که ما از خانه برایم و کل زندگی بر تو بانه این میشه شانیم الله خیلی این میشه شانیم الله مچم شانیم افتاده چه بلا این می جلو سوق دارم لگه بچیم بالا کش بالش قلبت خواه جان ای بخواه جان نمیفهم نه بالشتم قیل نبود مچم خوشانه است تشویشم زیاد کردی دیگه آفرینت این نوازه چرا اینطور کردم گازا چالان ماندن ای دختر گلم هر پیرک نواسای میادم دلک مار وارد تاومید نکو جگر تخون نکو وقتا جگر خون شد این من قلب سردرد میشدم یا این قلن جای ما میگرفت
این چی گپ است؟ چیزی که شنیدی من خوار نیستم، من دشمن هستم. من اصلا تو خوار نیستی، تو دشمن هستی. ما با تو چقدر خوبی کردیم، کل نیکی و خوبی مرا فراموش کردی. در 2 روز خانه هم رفتی. سیشت ما دشمن هستم نه؟ حالا ما دشمن شدم. تا چند وقت پیش من خوارت بودم. روزا که در خانه خود ما بودی ناز قار میکردی، وقت من خوار بودم. حالا که آمدی خانه هم شیشتی 2 گپ پیاز زدن در گوشایت پر کردن. حالا ما دشمنت شدم. بس سلما کل گپ فهمیدیم. بس دیگه آسونات گپایت سنجیده بزن. من خوار کلانت هستم. بس دیگه ادب تربیت یک چیز است. بس متوجه گپایت باش. اگر سر در خانه خود ما کلان شدی، بس تربیت ادب سر ما بود، نه سر همیم. حالا 2 روز رفتی رفتار تا تغییر دادی به ما. سلما صدای تا پایین بیار. آسونات هم گناه را کردی، هم گپ خودت میزنی رقم. من خوار کلان هستم، گپ میزنی بسیار سنجیده. متوجه گپایت باش. بس آرام باش، آرام باش سلما. من خوار کلانش هستم. نه امروز میگه رقم گپ خوار نیستی، تو دشمن هستی. آرام باش. حالا من دشمن شدم. کلان ماست قسم تا چند وقت پیش که من خوارت بودم. گمش کارزو کتازی گپ زدن هم ایفاست. اصلا چرا گپ زدن خود امروز خوار کلان خود آدم یاد داشته باید. باید. ببر حوصله‌اش ندارم هیچ. خیر تو چرا چی ای فینه موقع سال روز که من تو رو کلان کردم. آرام باش. من بعد مادر دوم شده بودم. خب بعد از اما قدر گپ زدن تا گفتم ما خوار کلان هستم. تو فکر کردی ما تو قبل است ما دشمن هستید امیم است فردی بچه سلما کلا گپ ما فهمیدی گپ تو فهمیدی کلان خودش باید یکم احترام داشته باشی آرزو ما از اول میفهمیم کی تو میشه 2 روز خانه نبودی 2 روز نمیخوایم یک خلاص ما با سلما خوار ندارم ما با نام آسنا دیگه خواره گفتم اگه مردی تو اینجا من میگم میخوام ما میگفتم تو مرز خانه بازی خبره بیا اگه خوبی خودم ما در دبن داختیم شورک دادم میریم حالی فهمیدم بس نگاه آرزو دیگه پشتی زمین نکن حالا طرفدار قسم پشتی زیرم نمیگیرم چی از مزه میکه با خدا جنگ انداختنم مطابالو نمیفهمیدم آوال دیگه آسنا دیگه ای جای باز بی نداری نیده موجه نیده اینجا به خطه کال دیگه بام تخیید شما در بین خود افتیدیم دیگه من قرار دارم خواه کنم جنگ کنیم یکی دیگه تا نبخورید به ما چی بخوریم خواه میشه زن کاکای مست من مثل مادر تو رو نگاه کردم گفتم برو خیر خوارم پدر نداره بیادر نداره صحیح شد مالا خوار خورد ما باش سلما چوب باش حالا امروز میرم گپ میزنی آرام باش اصلا چه باش خوار کلان ماست که کم احترامش داشته باش بیا روز دخسش خوار کلان است این بر ما دشمن است بر ما دشمن شده گوشه زیر پر کردن بیا خیره آرزو نشده قصیش وقتی دقسه ما تو نیست امروز خوار کلان خود این رقم گپ میزنه سلما بس دیگه کل گپ ما فهمیدیم دیگه زبان باز نکن بس دیگه امین گوشه تا پر کرده چی گفته باز امین چی گفته سلما آسنا دیگه نمیخوایم رنگ تا در رنگم بزنی اصلا ما نمیخوایم قوارت خلاصه نمیشه برد بگیم نه دیگه به نام آسنات خور دارم نه از آباد ایچ روی در روی نخوره گفتم ندارم به نام سلما خور که تزید هم رفتاره خور من نیست تو دشمن من امروز از یادت نمیره فهمیدی ایگا پایت از یادت نره یک روز باز خود آمدی پشت ما خو سلما را باز خود گفتی که نمیخوارم بود حال خمر دشمن جور کردی باز دیگه روز که آمدی گفتی نه فردین و امین بدر نخور سلما خور من نیست گپ خلاص خوار من یا ایگا پایت یادت باشه من نام سلما خور ندارم ایگا پایت یادت باشه بیا روز بیا روز دقسش نشو هر چی غیر نصیحت کنی عیف است آسما چرا خوار کلان ماست چند روز خانه هم رفتی خوی زوره گرفتی هر گپ کو گفت تو میکنی از بس دیگه آرزو جان پشتیش نگی دیگه ای فینا مقدر خواری و مادری ما برزی کردم امروز هم مقدر جواب سخت به من داد واقعا قدر آدم که چی کردی زیاد که آدم بالا کردی باز هم تو میشه سرت من خوار شدم برش مادر شدم پدر شدم بیادر شدم هیچ قدر من در خانه هیچ کس نمیفهمه بازی سکن روزه گپش سر ماست چرا چی شده دخترم چی گپ است چرا گریه داری هیچ مادر رفتم بیرون او پر کردن آسنات آمد رقم که من گپ میزنه فقط که من دشمنش باشم با یک زبان با من 40 دفعه میگه که تو دشمنم هستی من برازی تا امروزی خواری کردم مادری کردم چیزی که میخواست من برازی معیام میکردم من چی کمی و کاستی ماندم برازی
امروز پیشونیم آمده میگه تو خور من نیستی دشمنم هستی. بعد کدی بی عقل دختر چطور کی گپ زدد؟ حتما یادان همه تی گپا رو میزنه چه رقم؟ ما چه مادر نمو پرش کردن. حالا هر چی که باشه تو همه قدر سال دمی خانه خود ما بودی. رویه ما کدام روز برای این بد شده بود. حالا رفت گناه کردی خیلی که از زبان ما یگان چیز برآمد. حالا بغض گرفته عقده گرفته هر دقیقه یه ذره ما گپ بزنه. حالا تو تشویش از رو میکنی؟ مادر جان تشویش دارم خوارم ما سرچی نباشه. خانه همین دو روز رفته رفتارش تغییر کرده. اگه نکاح میکردیم سالا و سال همینجا این بودی چه خدا چی جور میشد. تغییر کرده بر تو چی ربط داره؟ خوار دست؟ چی ربط داره مادر خوارم. دلت میسوزه برش؟ میسوزه خوار چی کرده هر چی که نکردم خوارم است. همه قدر سال ما یک جای بودیم. خود سعیز دیگه بس دیگه. او سو مرا میگه که مادر تشویش نکو جگر خونی نکو ایسو با تو جگر خونی مادر حالا من دلم دمی در میگیره که من وقت برای خواری کردم برای هر چیزی که میخواست میآوردم این چرا این کارو کرد من میکنم میگه تو خوار من نیستی تو دشمنم هستی او را از دان حالا من دشمن شدم او را از دان همه دیگه پا میزنه همه فهمانده حالا که فهمانده باشه مادر حالا من همین یک گپ بگم من میام به تو میگم اگه بگه این مادر تا نیست من میام به تو میگم که تو مادر ما نیستی از امیال بازی چه دست شدی بس تو هیچ چیز نمیفهمی پشتش نگیر. او به خوبیت فکر میکنه آسنات به خدا یک روز پشیمان میشی. خوبی ما فکر میکنه ایفیت میه که یک روز نه مادر در پشتت باشه نه خور در پشتت باشه فقط اما گفته بره تو کشیده بری خلاص. کل چیز معلوم است آرزو جان. کل گپ زیر پای سلما دیگه پشت سلما رو نکنید بس خلاص دیگه. سلما خواسته که تو راحت باشی زندگی خوب داشته باشی سلما برو بگریز. باز پس که خانه آمده بودی تو چرا کالای که جمع کردی خیستی آمدی سلما گفتی تا که برو بتنگ آورد مرا. چه قسم بتنگ آوردی تا؟ هر روز گپایش با گوشایم زده میرفت گپای نشدار میزد. این فکر میکنم من نمیشنوم هیچ گپشه. دیوانه جان آدمی که به خوبیت بگویه تو همه قسم فکر میکنی. یک روز دانه دانه گپای سلما عملی میشه در زندگی. سلما پشیمان آرزو بس دیگه پشت سلما رو نکن بس. حال تو درباره مادر باز فکر نکردی؟ آدم همه قسم میکنه. اونم مفته که صاحب زن شد نه نکاح کرد نه چیز دیگه اونم قرار در خانه ششتی از این چیزا بوی زدت شما هم دمی خانه خودم دمی خانه پدر مرا ما دینارم. حال ما چی گفتیم تا به خوبیت گفتیم هر زبان بودی اینی قدر به خوبیت گفتیم خب کل زبانای تنام نشدار زنبور واری. ای کاش دلم طاقت میکرد تو رنگ ببینی دیگه خوب باشه من خوش باشم. کلتان طاقت شگرفتین بس خلاص دیگه کلتان کاش که بیگانه می بودی در مقابل آرزو دیگه بس دیگه بیخی خسته کردین ما را کلتان. یا زبان تو خسته نشی که خسته شود خدایا میزنی هم زبان بازی میکنی آفرین بخدا تربیت دست هم است دیگه گناه نیست. برو پیشم سلمایت میرم دیگه خیلی کجا برم می آمدن هر دوگه کشمت جوک و می چسبیدن چاپی میکردن قلن جای من میگرفتن سرم چاپی میکردن. بچه کالاشی داشتن کالاشی بخر خروار زمستان در گرفته را دیدی که چقدر چرک گندگی و مرداری می داشته باشه یا خیسن خانه را پاکاری کردن جمع کردن جارو کردن کالاشویی کردن قنبخت ها زله شدن توشکا را چوب زدن زله شدن یا گاز چالان مانده خو کردن این گاز گل شد البته کمپل که تا بالا کردن در سر خود شمال کمپل گاز گل شد البته یکی یارو ارسی و دروازه پیش بخار گاز یکی پیچیده در خانه دینمی گاز که غافلی کنی نبتا میشه یک تکه بم 100 دفعه میگفتم شانو دخترها فکرتان نبگیرین همی کنن جاپونه که میمانین پیشریتان فکرتان نبگیرین که بسیار خطرناک است. جوان خیلی خطرناک است. یگان تاش بوی هم میته لط بوی میته. گاز چرا کم شده امروز؟ نمیشه چی بلاسن دیگه جایی نمیمانن آدم. چی شده آسونه؟ چی شده؟ بیا بشین یا چی کنم؟ ایش چرا قارستی حالا؟ اون سلما را دیدم در اولی. خود چی کده پایین میشی؟ سلما نیست بلای جان است. چی شده؟ باز آمده بود گپای مزخرف خودش رو کرده. چرا حالا خوار کلان دست و رقم نگو حالا؟ نیست خوار ما خاک دست سرش.
باز جمع کردین. او آرام میشنه یک نفر ببینه جنگ در میته. خود تو نمیرفتی همون طرف که جمعتان نمیفستید. خب من چی بفهمم که او میایه دیگه بلاوری پیدا میشده میاد. این رقم که چون جنگ میکنیم و فکر میکنم با یادت میتیم. همه تو رو یاد میتم، من یاد میتم. او آرزو اصلا چی سلما خودمو فکر است. باشه من چی؟ بلند در پسشان میگه همه میاد میته یارا. خب دست سرش کرد سلما بودن. خسته کردن بخی اینه میا بخی بطنگ آورده مره. خب کوشش کنید رو برون نشکدشان وقتی که جنگ میکنه دیگه. من نمیفهمیدیم که او آرز خانم دیگه میه بخی همو تو آرز آوری هم ناز میکنه. عالم مطلس از یکی که تشکری کنی یک دفعه دو دفعه او میگه والا بیقدر میشی برش والا میگی با ما بسیار ضرورت دار. ما مرزی هر چیزی که تانستم تا امروزی روز کردم. بعد از این نمیکنم مادر. بعد از این رفتم سیک آرزو بود چی گپایی که من گفت. خیر آرام باش. ما خوردم بس ما خوار کلانش هستم. حداقل گپ زدن خودم به خوار کلان خود بفهمم. بالا رو در پسش کو. چرا اومده پیش گوش ما شیشته خانه شو قرنگ روش در روی میخوره خو یه دروی تا درویش نزن دیگه اصلا مرقصش نیستم با مرا اینجا زنده بانا امیم بیاید دار بزنه دمی درخت بند کنه دار بزنه ما دیگه نمیکشم سون ازی مرقصش نزن سای نمیکنم ما گفته باشم باز نگوین که من خوار کلان ازی بودم که ورزی چیز نکردم نگفتی مادر خودت میگی خوارش هستی خیره خو گفتم کیجه که در خانه محمد کتش بد رویه نکن روزی که گریخته بود پس که آمد چی چیزایی که نبود نگفتی گفتی خیره خوارت است اینه میخور پیش روی آرزو پیش روی از این خوار دیگه مرا میگه چل دفعه میگه تو خوار من نیست دشمنم هستی نمیخوار بود بگو من دشمن تاسم دشمن کدام دشمن مادر ما کدام بخوری دشمنی کردیم خب با که بگویه حال تو دلتا میخوری مادر خیلی تو کنم خالقه یک نفر خوارت میه خوار که همیشه کتش بودی چقدر خوب بودیم ما سه خوارا چقدر خوب بودیم خوارت بیادم رید بگه تو دشمنم هستی من چی خوش باشم خنده کنم طرفش من نمیفهم دیگه من رای مگم از ماسنات آرزو چی یاد میگیره آرزو به عقل نیست آرزو خودش هوشیار دختر است جگر خون میشمی وضعیت شما رو تو جگر خونی از اون خیلی تو کنم آرزو گپاش ندیدی گپ خوب میفهمی خیلی من برو بیامش که مال دم خانه برو پیش شویش پیشویم خوشی مادر من گفتم دیگه من در قصهش نیستم این جلاش شپرتن من دیگه نمیگم که نمیخورم است دم قصهش نشو ما میگم در قصهش نشو خب من که در قصهش نشو با شما مرا ملامت میکنی میگی نمیخورم ملامت نمیکنیم ملامت دختر من از همین بابت گفتم من دیگه در قصه آسونات نیستم مگه در قصه تو می بود در قصه مادر می بود در قصه ما می بود زحمتات مد نظر می گرفت نمگریخ نگو رقم بد است خوار کلان تا سال خیره داده از با خوب بازی تو نمیگه او برای من خوار نیست او دشمن جانم است میفهمی؟ بلای جانم است نمیتونم من مداخلام کنم خانم میگم که کچان جنگ نکن که باز با از چشم ما میبینه میگه این خانه عمیم رفته این رقمی شده گنی وقتی رقم نبود وقتی این رقم نبوده این چطور آلای قدر چی میگه او از اول هم که من دشمن بود آلام دشمن است بان که باشه بلا میدم پسش حال نی در خانه ششته میتونی نی در بیرون ششته میتونی نی دولی رفته میتونی دست ازی خاله برو خو خیر ریالی رفتی برو خو مقصد چی نکن امیال ریالی رفتم چی حال انداخت اگه برای کلازی با خوبی هم رفتار کنی چند روز اجازه از که خانه بدیم برآمدی نه چند روز در اینجا هستی از اون خاطر قارشم آمده دیگه که چرا اینجا شیشتی قرار خانه چی کنم دیگه اگر در خانه خودم خوبی بودم دیگه نمی رقم مرا دیوانه میکرد خال قارش می هر کس باشه که مام خور می داشت و میگفتم که زور میداد که بشینه اونجا هیچ اینجا خوارم کار نیست کنی، خدا او را چی خوارم کنی، هیچ کنی. نکنه هیچ نیستم خوارم این رقم خوار هیچ نباشه خوب است خدا فکر اون چیزی گفت هیچ چیز نگو تو بیا تو همین طرف مرا محکم گرفته ترا چی شده ایلای بابته اگه خانه هم بشنیم گپ از خلاصی نداره اگه بیرون هم بریم گپ از خلاصی نداره چی رقم است که تا زنکای پیر وری قصه میکنه رقم نگو با خدای نه زن پیر بدتر است همین زنا که میشینه میگه قصه کده میره هیچ گپش خلاصی نداره یا دیگه دانش باز است میشه اول چرا قدر کی نداری از چی کاره تو در این روزا قضا بد میبری گمش کن مریم جان بانه ما بیخی نمو هیچ خوشم نمیاد رنگ ازم خوشم نمیاد خیر ای جور میشه یک چند روز
اگه رقم هستیم باز خوب میشین. حالا یه جی گپا نزن پسان پشیمان میشین. هیچ پشیمانم نمیشم. کجا میری؟ برو خانه بشین. باش که خانه برم که در خانه در جان من بیه. چطور خبره در این وقت؟ من مریض است. چون باشه ندار خواستی؟ چرا در این وقت خواب اما در سرم گم این وقتی خواب نمیشد. سرم گم شد. بخیال چی کردی بچین تو؟ هیچ. قد سلما کم دوای شد اینجا باز من گفته میشه که نکنه خیلی نه نکن بچین جنگ نکن. چی جبر است مادرت هست اونجا خورت هست. نه اما من میرم در پیش اوام میرم دولیام میرم مرد دخواه خورو میزنه. مشکل خیر دقیقه نمی کسی میگن بگوین باز بگوین. اگه دو خانم بودم قبر زد سلما اگه اینجا هستم اگه دولیام هستم در جای هستم. خیره گلمی خیره به خاطر مادرت اونجا قنبخ اونجا جگرکش خون میشه خور کلام دسته بشتی گکان اگر جانمی خود خیر است. اینجا خانیت است قنروار شیرور اینجا خانیت است جایت از زندگی کرد اینجا ننوگاکت از جمع کو جوری کو پخته کو بیشنید شما هم بخورید که همه گاکت هم یالام از خاطر شما بخوره. مخبیخی گنگ سه گل شدیم جا نمیخواد. یه پشی جنگ منگ نگرد قربان سر شام. میخواد جگر خون کنه دیگه. چی فایده؟ آن که گره خانواده باشه. بشید تشویق نکن جگر خون. اگر میگی که من مادر هیچ چیز نگو دیگه هیچ چیز برازی نمیگم. نه من میگم نه تو بگو نه آرزو. این طرفش هیچ خوار ما نیست هیچ دخترت نیست مادر. این دقیقش نباش. درست است بچه. این طرفش دور نمیره. کتازی گپایی که امروز زد هیچ وقت از یادم نمیره. گفته باشم این خو من میفهمم که پس محتاج ما و شما میشه. محتاج زندگی خانه و جای ما میشه. خاص میایا. حالا من نمیفهم کی زبان سیا پری آسیا. خو مادر جان خیره. که نمیریم نه آرزو میره نه ما میریم. اما کمره در کنین من از خورترکی که به خاطر از یه جان کندم. میفهمم درکت میکنم دختر. خصوصا به خاطر از این که چقدر نازدانه بود. آرزو که بازم خوب از خیره میفهمید. بلا در پسش که نازدانه بود. از روزی که پدرم گم شد رفت از امروز این حتی نمیفهمید که پدرم چی شد کجا رفت. من برزی پدری کردم من برزی بیادری کردم. امروز ما جواب این زحمتای مامی بود. من بگید تو دشمن مستی. بیا دختر ما است پیشت. یه دم قصیش نشو تشویش نکو. ما است بانش. صدقه هم گفتار صدقه هم زامته. و گرد تو باید بگرده. مادر جان من گفتم من دیگه در قصه ازی نیستم. من برای اصلا دیگه ارزش نمیتونم برای آرسنات. ای کاش باز دلت هم قسم طاقتم کنه. میکنه از این بابات میکنه. ما ببینم تو امروزی روز من در قصه ازی بودم گفتم برو خیر خوارم است که رفت گریخ نام ما رو بد کرد برو خیر من نمی باشه دل تو آرام میگیره. از این بابات میگیره. از این بابات میگیره. کتاسی گپای که روز زد دل ما دیگه دل ما سنگ میکنم طرف از اینکه سعی کنم. دیگه که اینجا بمرم من دیگه کتیش کار ندارم. گفته باشم هر چقدر کمیم ظلم کنم من دعا همیشه در نمازم دعا میکنم کمیم سر از سیاه فال چی بگم خیر است بانش خیر است برو فکر شورم. نه کجا است رو باز نبینو باز اصلا خراب میشه. ماشین در کدام گور است برو. نه فهمید دختر ما میگه عصبی شده از دختر. اگر این دختر نبودی که کم حوصله نبود. خدا خما میگم این دختر سنت هدایت یعنی کی بده دیگه. از این دختر دیگه دستور داره. تا با که روز میگی دختر ملامت نیست. خانه در خانه که داری دخترها بازیره مثل بی پرواز خیلی نگنی پیش ما من 40 سال است که گاز است این بی پروایی کنی نمیخواد در گاز خلاص هستی دیگه بسیاری در تشناب خورک بر میمانن میرن سر میشوید میری که اگه خشک شده خورکا یا ایست که گاز در میتن الا میتن خودشون قرار مبراین یا خو میکنن یا بیرون مبراین یا در قصه گرم میشه اون میگه ببلایم دیگه مصرف اون است که و به جان بابا و ننکنه باز پیدا میکنه و گاز بخره و گاز برده در این شرایط بیکاری و بدبختی و بیچارگی اون دختران تا بیپروام بودن خدا ببخشیشان دیگه حالا بی‌پروا بودن یعنی تو فقط فکر کنی اون نواسایت از آرزو جان نه هر کدامش که بگویی برای چاپی میکنه هر وقت بگویی خب صدقه چم زنده باشی شکر دست داد دیگه چی داره دیگه بیت یک چند قوی تازه بگی سلما بپوش چبلقایته برو آرزو تو پیش برو تو بیا
گمش کو. سلما 10 بار گفتم از خاطر از دختر اعصابت نارام نکن، جگر خون نشو. خیلی چطور کنم؟ ارزش نداره. امرو یک آدم چی چیزایی که من نگفت. امرو یک آدم که زبان به زبان شدی حداقل ارزشش داشته باشه. اینو در خانه فکر چی نارام میباشه نداره. خب باز خانه چه قسم کار میکنی؟ اینجا جان هزار نفر در دست تو میباشه. او خاص خب باز فکرت نارام باشه میتونی. حالا کدام پچکاری غلطه اشتباهی پچکاریشون نکن نکشیشانه. بیا باشه خانه جای جداست. آرزو اونجا که میرم به خدا فکرت نارام میباشه. اونجا که برم فکر نارام میشه از خانه کده. این خانه که میای جنگ است و جدل است و از یک طرف بیبیم، از یک طرف تو، از یک طرف مادرم، از یک طرف همیم، از یک طرف زن کاکایم. چه قبول درد خانه را در کجا ببری؟ از بیرون خود خانه میاری که نه قسم مشکل دارم. خیر خوراکم جگر خونی نکو تشویش اونجا که برم به خدا حال میشه کل چیز. حالا می قسمتش بود، تقدیرش بود، دمو خانه خوش یا زمان دیگه قصهش نیست. میبینیم که تا چه وقت زندگی میکنه. تا چه وقت نه، تا وقتی که اگه این رقم داخل شد کت کفن سفید پس بکشنش از خانه همین دیگه خانه ما نمیاد. فقط تماشا کرده برو که تا چه وقت یا زندگی میکنن تا چه وقت آرام است. همین من نمیشناسی او آرام میمونه. شیر که از مادر خورد از عقلش نکشه والا گبانه. تو خوش باشه گپش اگه بیرون هم هستیم، اگه دولی هم هستیم اترسیم که ما شما را کلان کردم که من مادر دومتان شدم تو شدم یک چند روز وظیفه اجرا کرده حالا سه گپاشه. خیره پشقه گفا نگر خیر است. ما زیاد گفتم برز نه نگیره پشقه گفا را علاقه دیگه چی میکنی بانشان پس خودشان پشیمان میشن یکی دوم دیگه باز بیگانه باشه. خو خیره خوار مادردم کیکت خوار مادر که جمعیده خوار کلامت است. خنبخ راست میگه وقت کار کرد یک پیسی چیزی کاری بوده دادیده بود کالا کار بوده بعد خریده پشتی گفا نگر جانه میخواد خیره است. برای این پسش هیچ خوشم نمیدم قاریزم. از کدام رقم میگی؟ از کدام هوشیار؟ مونم سلما. از سلما گفت. اگه خوب دختر از قبط نیست. وی اما جان نگو دیگه. نه نداره خیر خوار کلانت است. کینه نداره. کینه نداره خوب دختره کرد. آره می هر جایی که ما رو میبینم ما شما را کلان کردم که من مادر دومتان شدم داشتم چند روز شده کار کرده وقت گپش سلما چی میکنه؟ خودی یعنی گهگان خشمش که برتان ارده از خاطر میگه تا نمیده خیر است و قلق حق داره زامت کشیده کار کرده اماش گرفته پشتی گپا نگن گلم میخواد خیر است نه کلا خانه هم میتسد که سر دقسی گپا نباش قرار رام بشی نه تشویش کنه دیگه خب دست سرش بلنده پسش تو وقت خیر دیگه روزا میانم دیگه تو با نمیدیم اما جان خیلی خواب شد خواه میشون بود جانم میخواد کار مرتو نکنین چیزی که جور کنین تیار کنین خیلی ببینی برو دیگه همه بیخیر جنجال بیغم شد بیغم آله کمپلک سرم کش میکنم فقط میبینم سعی میکنم که چی میشه در کجا میرسه و میفهم شکر بچه هم ندارم میراث خورم بازم بچه من فردین است بیغم من قرار خواه میکنم وی آرزو بخی دیوانه شدیم به خدا چی کنم اعصابت آرام که خوراکم جگر خون نباش. تو جگر خون نباشه میبینی که چی وضعیت از دیگه باش خیر حل میشه من رفتم من خول کدام چیز دیگه نگفته بودم یک حداقل یک سلام خور کلان تستم یک خوشرویی از وقت که آمد پیشونی خودت قار گرفته گپ میفهمید مگریخت گپ خوب میفهمید مگریخت نمیگه حداقل کلگی به خوبش فکر میکنه مردم ما تو را ملامت میکنه مادرم ملامت میکنه تربیت از خود دست ما و شما بود این خو همتون نبودی چقدر با تربیت دختر بود بی تربیت هم شده چپا کده رفتارشون تغییر کرده خانه رفته بخی تربیت دست مرا میگیره بیا زمین که گپای سهی میزنه خلاص دیگه یک پنسور خود داد گنگسش خود کرد یک همون مانده کمی میکنم ببین بیا میکنم این تشویش این دفعه گفت ما برشون نسور میبرم امی آسونات عملی کنن که باز بفهمم که زندگی یعنی چی صبر از دقتی نسور داده دست آسونات بخواد باشه آسونات دیم وضعیتم برای خنده میدی یکم خندید بودم فکر دیگر شوه تو تصور کن سلما تصور کن که آسونات رو مینامت یک قطی نسور گرفته کپ زده میره دیوانه شدی بیا فکرت تغییر بتون خوراک درست دنیاست نکو جگر دی وضعیت خنده کردن هم خب گفتم یکم خنده کنی بیا داخل برو دستکای درد نکنه بچه من مراد که داری خدا جان مراده که دلت حاصل کنه دختر گلم اینی میستیم این میراش پیلک شانی در گرفته سوخت میکنه کی افتاده شانی مفتاده چه بلا اینی میسه لالا وی
هر پیره که دخترها یادم میاد تو باز خوبش حالا با خدا تو خود منم بیت جگر خون شدیم من دقیقه که یادم سردت میشه ما یاد نداشتم از مادر کلام هم یاد گرفتیم. خب مادر کلان تیگان وقت چاپی میکنی دخترم. نام خدا ماشاءالله. بیچاره که این دستکش بوده که معلم است که این دست میدن پشت جور تیار هستی. این گپ چرا از ما پد کردی تو؟ چی گپ پد کردیم؟ ای که سلما فرزندی خوارمان است. کی گفته؟ چطور که از رودای گرم خودت گپ میزی؟ پای مردم دست نکو. باز به نظر من خوبی کردن زیاد یگان وقت میگم خوبی کنم خوب است ولی خوبی کردن زیادم به درد نمیخوره بیگان نفر. خب از امو تو بیایا کدی یک بیگ آمد امو سایز دیگه خدای اگر نکنم جای دور خونه نکنم جای دیگه خونه رفته خونه موی شما قارشان میاد دیگه حتما از امو خاطر میره قارشان خیلی پیسه بده که نکاح کنم بیارمش دیگه دنیا گل گلزار است. چه قسم همیسونه ایورزن میاد سیل کنم که من خانهش باشم یا خانه تو خداوند باشم ملالایت دل گرده داره خجالت میکشم نواسای خداوند دل گرده داره. حالا تو که این رقم کار کنی بیرون زحمت بکشی پشت کار بگرده خب کلگی خوش است. من پشت کار میگردم بذار کلیم درس کلا بیار که بچه‌ها میرن پشت کار یا کار پیدا شده. که بچه‌ها نمیری تنها میری سیس.